واقعا این روزا هوش مصنوعی و تکنولوژی داره توی دنیا حرف اولو میزنه، اونم توی دبی که ما کاملا داریم حسش میکنیم. سلام، امروز اومدیم شرکت ودان، شرکتی که توی دبی جدیده اما سابقه 30 ساله ساخت و ساز توی قطر رو داره. اونم نه پروژه های معمولی، پروژه های بزرگ مثل شهر پایدار لوسل که بر اساس هوش مصنوعی هستش، استادیوم های بزرگ فیفا 2022، مترو قطر، هتل های 5 ستاره مثل رادیسون بلو و کاتارا تاور رو همه رو توی کارنامه‌اش داره. و الان این شرکت با ایده های جدید اومده به شهر دبی، اونم با کیفیت خیلی بالا، قیمت های بسیار مناسب و شرایط پرداخت بسیار عالی و راحت. پروژه نوانا اولین پروژه‌ای بود که توسط شرکت ودان معرفی شد توی منطقه دبی آیلند، شامل واحدهای 1 خواب و 2 خواب کاملا فرنیش با کمترین قیمت منطقه که کاملا سولد اوت شده. پروژه دوم، پروژه سرافت توی منطقه دبی لند، شامل واحدهای استدیو تا 2 خوابه، دوباره با کمترین قیمت توی کل منطقه که این پروژه هم کامل سولد اوت شده. و اما پروژه سوم، پروژه سیبل، دوباره توی منطقه دبی لند که شامل واحدهای استدیو تا 3 خوابه میشد و دوباره کاملا فروش رفته. ولی حالا پروژه چهارم این شرکت توی منطقه JVC داره معرفی میشه، پروژه ترزورا. پروژه ترزورا توی منطقه جومیرا ویلیج سیرکل و قسمت 13 منطقه هستش. این پروژه نزدیک به ورودی جدیدیه که تازگی‌ها داره توی این منطقه ساخته میشه. ورودی از خیابون شیخ محمد بن زاید میاد و مستقیم میرسه به زمین پروژه‌مون. این زمین پروژه است، زمین وسط. تا تمام ساختمان‌هایی که دور ما میان همه کوتاه هستن. تمام پنجره‌های ما رو به این سمت و این سمتی که کاملا ویو باز بهمون میده و همچنین تا هتل 5 که یکی از هتل‌های معروف این منطقه است 5 دقیقه بیشتر پیاده روی نداریم. توی این پروژه ما واحدهای استدیو تا 2 خوابه با اتاق مید رو داریم. این پروژه شامل واحدهای اداری و مسکونی هستش. واحدهای اداریمون از 1,400,000 درهم شروع میشن. واحدهای مسکونی که شامل استدیو تا 2 خوابه با اتاق خدمتکار هستن از 670,000 درهم شروع میشن که کاملا فرنیشه، کاملا اسمارته. و یه نکته خیلی مهم اینه که قیمتشون نسبت به متراژ پایین ترین قیمت منطقه است. متراژها کاملا بزرگ و دلباز هستن. حالا بریم با هم دیگه شو آپارتمان رو ببینیم که ببینید با چه کیفیتی و با چه کانسپتی واحدتون رو تحویل میگیرید. شما میتونید با استفاده از اپل هوم در خونتون رو از راه دور کنترل کنید. شما تمام واحدها رو با همین کیفیت، دیزاین و به همین شکل تحویل میگیرید. مهمترین نکته که این سازنده داره اینه که قراره همه دیوارها رو به همین شکل بهتون تحویل بده، یعنی همه با چوب، سنگ یا کاغذ دیواری دیزاین شدن و تمام واحدها با تلویزیون که برند LG هستش، ساوند بار و الکسا به شما تحویل داده میشن. با این سیستم الکسا شما حتی کافی ماشینتون رو میتونید کنترل کنید و حتی پرده و چراغا رو میتونید کنترل کنید. الکسا turn off the lights. Okay. قطعاً به محض ورود متوجه شدید که چقدر متراژ این واحدها بزرگه و چقدر دلبازه. شما قراره اتاق خوابتون رو دقیقاً به همین شکل، با همین دیزاین و با همین وسایل تحویل بگیرید. یعنی حتی فرش، رو تختی، پرده، لوستر و حتی دیزاین پشت تخت همه شامل واحدایی میشه که شما قراره تحویل بگیرید از این شرکت سازنده. یکی از مواردی که من خودم خیلی تو این آپارتمان دوست دارم ارتفاع سقف بلند، اونم 3 متر و 20 هستش که باعث میشه همچین نور طبیعی رو، زیبایی رو توی آپارتمانتون داشته باشید. اگر شما هم میخواد که یه واحد با کیفیت، دلباز، با قیمت کم و شرایط پرداخت راحت داشته باشید، قطعاً این میتونه یکی از گزینه‌ها باشه.